الان که کلیک کردی روی این ویدیو برات سواله که چرا عکس امید لنون روی این تامنیله. از امید لنون پرسیدم که تو تامنیل چی بنویسم، اونم گفت چه فریکیه. مرسی برای ساپورت. مرسی ازت متشکرم بابت 20000 تومان دونیشن. خیلی متشکرم. پول نرم داداش، مسخره نکن، مبلغ پایین بود ولی خب ساب کن. رندوم ترین چیزی گرفته. آخه نمیدونم چی در چی ساختی. بنای سخت مثل چوب درخت. به طرز عجیبی چیزی که گفت خیلی ربط داشت به باسی که ما توی این ویدیو زدیم. تا آخر ویدیو رو ببینیم میفهمید چی میگم. قربان شما، خدا نگهدار. تو کامنت ها یکی گفته بود با لباس من نمیپسنده، بس این لخت میشیم. بیا فقط بخواد چرا شلوار دارم من؟ آقا من میخوام لخت شم، چیکار باید بکنم؟ نمیشه. چرا شلوار داره آقا؟ لخت کامل شورت نمیشه بابا. من لخت. آقا بریم ادامه بازی رو ببینیم چه غلطی. و اینکه سلاحمو باید تو این پارت عوض کنم. واقعا نمیدونم چی باید بگیرم دستم، ولی سلاحمو باید لوت. ناجی نفهمیدم اینا چیه. هیچ کدوم از این آیتما رو اصلا نمیدونم چیه. باید بریم تو این پارت یه دونه سلاح درست حسابی پیدا کنیم، بعدش باید بریم باس بزنیم دیگه. فقط باس. اصلا ببین کانال چالش را نمیدونی؟ چالش صدای اون چیزا رو داره میده. صدای اون گوساله هایی که تو پارت قبلی داشتن عربده میزدن. صدای اون امیر بابا امیر بابا دیگه. سگا به من کمک کردن دمشون. این ور یه مسیره، اون ورم یه مسیر. اون ور پسته. اول میریم اون ور ببینیم اون ور چه خبره. بیا دو تا سگ اینجاست. خب حالا نوبت اون رفیق گوسالت. الله اکبر. اینجا اهرم داره بابا. من خواستم البته من نمیره اینجا مسیر اصلیه. خب من میرم این ور. خواهش میکنم من رو بکش و از استارت. اسارت استارت چی؟ کدومی داداش؟ دادا همه تونو بزنم؟ کدومی؟ الو حال نرم من همه اینا رو بزنم. خب برو گم شو. اسارت این بود توی پس. من یول از لندور هستم که یک مهاجر. I failed to die. Well, perhaps my calling lies. Say, champion of Ash. I was once a sorcerer. آره برده من میخواد بشه. I, Yol of Londo. چرا رفتی داداش؟ من نمیخواستی بردگی منو بکنی. من یه خدنگ غلام حلقه به دوش میخوام اینجا. بونفایر. بونفایراش تا الان خیلی زیاد بوده، یعنی نسبت به دارک سولز 1 که زیاد بونفایر نداشت، بونفایراش خیلی بیشتره. هر 2 قدمی بونفایر داره. اون مثلا هر 3 قدمی بونفایر داشت. بابا دهن ما رو سرویس کردی که تو برگم شو. یا یه دونه چک به تو من بزنم. دست تبرشو داد بهم. دست تبرت درد میخوره. دست تبرش ریده. خوش مشتا چیزی نداره. اینو باید برم پایین فکر نکنم جای خوبی باشه. نه اینا پله داره بابا. مثل اسب نباید بپریم پایین. خورد از هوشت استفاده کن مرد. خدا آمد. اینجا پله داره. تو چی؟ داشت کوتوله برقی. هیچ دمیجی هم میدید ماشا. برا گم شو بابا. هیلم مردم دوباره. هیل منو بده. میگم هیل بول منو بده. خدای اوی داداش آب تولید میکنی؟ تو بمیر. دوباره مردم بابا. برو گمش. کی منو زد اصلا؟ یه خورده زیاد نیستن. چی اون وسط؟ نمیبینن اینا منو کورن. خب بذار اول بحث میکنیم سر اینکه چیه اون وسط. اون وسط اون گنده یکی فکر کنم بک استپ پاپ بشه یا نه. دارن میپرستنش. چی دارن میپرستن؟ درخت میپرستن. چیکار دارن؟ بیا دو تا دونه بیا. این یه دونه تو بیا الان. خب اوی زیاد شدن. دونه واو اون یارو چیزه اومد. چی؟ اصلا دمیج نمیشه. وای مردم داداش. زیادین خدا نگهدار. داره اصلا من چرا من اومدم اینجا اصلا هیچ ایده ای نداره. اون کی اون تو کی اینجا چی بود اصلا؟ این چشاش چرا قرمزه؟ یه خورده سگتر از اون قبلی هست. اونقدر چیز نبود ولی خب از اونا دیرتر میمود. از این طرف وا نمیشه. خدایا شکرت. کجا افتادم؟ آها
بکنم افتادم چیز اینجا چیه؟ اوه بور کرد هیلمو چی شد؟ چه اتفاقی داره میفته؟ هر لحظه داره یه اتفاق این فکر کنم همون درست که چیز بود از این ور وا نمیشد. بیا الان از این ور وا میشد. وای نه بابا الاک در بیا. خب احمق پشت آتیش هم پرت میکنید دیگه. شما عقلدارای همینایید ها. نمی‌ناید از بکمون از این لاما در نیاید. یه حواسم به همه جا مثلا انقدر از این ور از اون ور. دیدی گفتم دیدی تو جفتتون یه ضرب شدید بابا. برید گم شید. برای راه نداره. من دنبال راههای مختلفی ام. میخوام مسیر اصلی رو نرم اصلا. کرم دارم میدونی. عالی ماشاءالله. هیکل لاغر داداش واقعا جوابه. بالا لوتا رو بده. لوتا رو بدید به من. گوشه موشه ها خبریه. شما تریاکی هایی که رو زمین میکنید چی شو؟ با خودتو جر بده بابا دیگه. حفظ شدم بلدم بابا قویم. نه این کیه؟ این تو برم که چیز وای برو گم شه داداش. یه نمور بزرگی چی؟ قلیت برتون یه همچین چیزی. این در کجاست الان باز شد؟ نه جای جدید آجی اصلا نمیدونم کجاست اینجا. گیج دارم. اوه بونفایر. این توسط روح تاریک چی؟ اون بنفشه چیزه؟ از این چی میگن؟ مغزم گوزیده میدونی. قیافه رو ببین بهش میخوره باهوش باشه. این ور چه خبره؟ خیلی مسیر داره آجی. من یه خورده دارم گیج میشم. از هر طرف میرم یه راه وا میشه. اینجا الان کجا؟ شو وای از این چیزا. نه برا بیا باج میده. چی؟ مردم دیگه بابا. این خیلی سگه. بذار به نظر من لباس رو تنمون کنیم. واقعا نمیصرفه. خیلی سگه. لخت من یه خورده قوی شدم لخت میشم. الان زمان لخت شدن نیست. بپوش این ور چه خبره؟ بیشو برو بابا برو بابا بود زیادیم. آها دمت گرم. مرام تو عشق. سوس هم آجی پر نمیکنه دیگه. قبلا پر میکرد همونم پر. این بغل را دو اینجا باسه دیگه. اینجا واقعا بهش میخوره باس باشه. اینجا باس نباشه اصلا ناراحت میشه. اینجا قشنگ ساخته شده برای حماسی بودن و باسدار بودن. بیا دیدی گفتم حالی کردی اصلا. ببین تشخیص میدن. این ور اول واکن. اون ور که 100 باسه یعنی آرنا به اون گندگی گذاشته. این ور که چی؟ بیا آقای باس قشنگ آرنا به این گندگی. باس الان از این سقف میاد پایین. باس اومد از آسان. باس داداش درختت. نه مردم و روم رد شد. باس دمیج نمیخوره چرا داداش؟ نه باس داداش کجا تو باید بزنم؟ دمیج نمیخوری. اینجا تخمتو بزنم. مردم بابا. گم میشید برید دیگه. احمد تخماشو واقعا با بزنم. چیه اینا چی داره پرت میکنه؟ وای بابا الان خوشحالی داداش. هم خودتو کشتی هم منو. الان خیلی خوشحالی شد. تخماش ترکید. استایر شد. کار داری میکنی؟ مردم. زنده الو دست سر آوردی داداش. وای فیز 2 داره آجی. ولمون کن. اینو من عمرم میتونم بزنم. زنده هم یا نه مردم؟ مردم دیگه. مردم نصف ایلشو من نمیتونم ببرم. اینو چطوری من با بزنم؟ مردم آقا بس. اوی نه یه چک زد به از این رو به اون رو شدم. بمیر دیگه. نه وای نه آخر ایلت دیگه. ناموسن بمیر آجی ولمون کن.
دهن من سرویس شد سر تو. ها دیگه بمیر بابا، نمیتره که این. خدایا شکرت. وای بالاخره مرد. 45 کیلو از وزنم کم شد. مرسی که این ویدیو رو دیدی داداش. لبای خوشگل تو نم و اینکه چی ساب کن.